گروه ازبک ها التحیات رو دیگه خیل میخونند. با ما پورا فهمونید التحیات چند خیل میشود. در حدیث مسلم آمده است که عبدالله ابن مسعود پیامبرمان اشاره کردند که شما التحیات را مثل عبدالله ابن مسعود خوانید. چگونه عباره مختصرم کتاب صلات ما هم چه دلالت بر همین میکند که شما التحیات را مثل عبدالله ابن مسعود خوانید. التحیات لله و الصلوات و الطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. سوال بابا جان من صنف 11 میخونم. طول 1 سال میشود پدرم با من قهر است. او را با آغوش میگیرم میبوسم ولی گپ نمیزند. من چیکار کنم؟ من پدر و مادرها را وقتی که این خیل فرزندایی را که خدا با شما داده است که شما را در آغوش بگیرن از شما بخشش پرسن، شما این پدر و مادر دل سخت دل سیاه نشوید. شاید این پدر یا شاید این مادر ولی ندیده است که به حرمتی فرزند که ندیده ولی این نازت این قهرت امی جهته. پدرها و مادرهای را میدانم که فرزندا را دشنامهای کوچگی میتن بیزار شدگیم دعا میکنن که خدای مهربان تیزتر جانش بگیرن. فرزندای هست که مثال چقدر اذیت عذاب و لطقین میکنن پدر و مادرها را. برای همین وقتی فرزندکایی که شما را در آغوش میگیرن یگان خطا کردن یا لغزش کردن شرط نیست که در او دیگر همین 4 زانو بشینه عاقد کردم من اعتراضی نیستم. فرزند بشنان او فرزند او بچه او میوه دیل او را بشنان مصلحت شده که بچه جان دختر جان تو میدانی که مثال من پدر و مادرم، شما میدانی که آزار ما آزار الله هست. بچه جان این کار دیگر نکن که مرا دلم نمی برداره. بچه جان حرمتم که به قدرم برست. مقصد حاجی را گوش که درباره پدر و مادر چی میگه یا فلان کتاب بیار یک کتابک درباره پدر و مادر تو رازیر بیار بچه میره بخوان ببین پدر و مادر چه حق داره. شما فرزندا را تربیه کنید، فرزندا را آق نکن، فرزندا قهر نکن. این به ضرر میگن اما قهر دیوانه ضرر دیوانه. شما فرزندا را وقتی شما را آغوش دا بگیرن پیشتون بیا بگه ببخشم الله را با این تواناییش میگه بخشیدن دوست میدارم. برای پدر و مادرها شما فرزندا را ببخشید. چی لغزشی میکنن ببخشش نصیحتش کن انشاءالله همش خوب میشه. الله مهربان توفیق دهد که این خواهرچه ما است یا دادرچه است مثلا از شما خواهش میکند عذر میخواهد شما عذری را خواهشی را قبول کنید زیرا با ناشکری نشود و بعد در یگان آفت بزنید هم فرزندت هم خودت.